ناظم. امروز ما و مدینه جان آمدیم یک گزارش بیرونی ثبت کنیم از مرکز تجارتی طلا برند هیله. قیمتترین لباس در دکانتان که است چند است؟ تا حال کس خریده مقدر قیمت؟ بله خریده. فعلا لباس‌های بسیار قیمتی مثل لباس‌های دلدوزی است، لباس‌های مرموزدوزی و موردوزی است که تقریبا قیمت‌هاش تا 50,000 45,000 55,000 قیمت داره. که چگونه انگیزه باعث شد که دکان برند افتتاح کنین و چطور تونستین که در کنار خانمتان ایستاد شوین و یک برند به نام هیله بسازین؟ خب انگیزه خو کلش از خانمم بودن، فقط ما تشویق کردیم و استاد شدیم پالوی انشاءالله. استفاده میشن و دیگر کتور ما خود ما دیزاین کردیم، کتور دادیم یعنی تکه ساده است. کتور نداره، کتور ما خود ما استفاده کردیم، کتور لباس برای دوستان عزیزم که جور صحتمند باشین، در هر گوشه و کنار دنیا که زندگی میکنین. امیدوار هستم که لباس عافیت بر تنتان باشه و جمعتان با فامیل های محترمتان جمع باشه. هموطنان گل نازم، امروز ما و مدینه جان آمدیم یک گزارش بیرونی ثبت کنیم از مرکز تجارتی طلا برند هیله. چند وقت قبل ما و مدینه جان شاهد بودیم که همین برند افتتاح شد و ما و مدینه جان هم که دختر خانمای با سلیقه هستیم، از خود باش که ذره تعریف کنیم. اومدیم که برند یک بار ببینیم که چگونه لباسا داره، میشه یگان محفل یگان ویژه برنامه ما و مدینه جان از این استفاده کنیم. خب هموطنای عزیز نازم، ما تنها نیستم، مدینه جان هم هست. مدینه جان سلام علیکم داشته باشم روی وطن دارم. خب من سلامای خود تقدیمتون میکنم. امید هستم جور صحتمند سر حال باشین در هر کجا که ببینید چینل خودتون هستین. و ما امروز آمدیم قصر که اسرا جان گفتن، امروز ما یک برند آمدیم که یک خانم و شوهری افتتاح کردن و ما میخوایم ازشون سوالای داشته باشیم که چی انگیزه به اینا پیدا کردن که این برند ساختن و ما میبینیم از اونا سوالای می داشته باشیم و با ما باشیم. بله هموطنان نازم، تا که ما داخل دکان برندشان می‌بینیم، یادتون نره که چینل ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید، ما رو به دیدن انتخاب کنید. و ممنون از هموطنان گل ما که چینل ما رو سابسکرایب کرده، بر ما کامنت های مقبول رای میکنه. اگر میخواین که برنامه خوبتر بهترتر براتون بسازیم، باز هم چینل ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید. چند تصویر از هم جریان از دکان داشته باشین، ما میریم داخل. چطور است مدینه جان، خوب است؟ ما اومدیم داخل دکانشون. نام خدا چه یک لباسای مقبول داره. چطور است مدینه جان، خوشت آمد؟
خوش آمد دیگه. بسیار با محفلی مقبوله. بله همش مقبول است. خب دوستای عزیز، مسئول بخش همراه ما هستک. همین کسی که برند افتتاح کرده، البته خانمش نیست، تنها شوهرش هستک. خب سلام، خوب هستین؟ تشکر، زنده باشید. شما خوب هستین؟ بخیر، صحتمند، خوش آمدین، صفا آوردین، هر وقت بیاین. سلامت باشی. به عنوان اولین پرسش هستم پرسان میکنم که چگونه انگیزه باعث شد که دکان برند افتتاح کنین و چطور تونستین که در کنار خانمتان ایستاد شوین و یک برند به نام هیله بسازین؟ خب انگیزه خو کلش از خانمم بودن. فقط ما تشویق کردیم و استاد شدیم پالوی شانه به شانه. گفتم باش که برندشان تا جای برسن که خوابش دیده، مثال جایی که میخواه برسد تا او اندازه و تا او سرحد برسد دیگه. اونا خواستن اول پیجای آنلاین میدید، باز برای گفت که من پیج آنلاین جور میکنم، یعنی تو به هموطنای عزیز که مثال لباسای وطنی و موردوزی و کار دست باشه. گفتم خب پس بسم الله، گفتم شروع کن. اول شروع کردن، سالهای اول دیگه تقریبا تا 6 ماه 7 ماه فروشات نداشت. بعد از 6 ماه 7 ماه آستا یک فرمایش گرفتن، فرمایش آخر این 5 سال میشه که تا این اندازه رسیدیم که دکان دارش دیگه پیشرفت کرده. اما تا آستا به این سرحد رسید که و تقاضای مشتری هم می بودن که آدرس حضوری داشته باشیم، چون زیادتر پیجای آنلاین یگان کارایی کردن، مثال پول مردم رو میگرفتن، باز لباس ها برشان نمیدادن یا دیگه چیزی که آنلاین چی میکردن، اونا یک چیز نشان میداد، دیگه چیز برشان میداد دیگه. همین قسم سخت بود در افغانستان که ارتباط کنه. باز همون تو حضوری آدرس پرسان داشتن زیادتر مشتری ها. باز مجبور شدیم گفتیم بیا یک آدرس حضوری هم برشان جور کنیم که هم قابل اعتمادشان باشه و هم راحت باشن دیگه. همین بود که باز اینجا دکان افتتاح کردیم به نام هیله برند مال و هستیم تا بال توکل به خدا. بعد از این چی میشه؟ بسیار خوب. خب شما این لباس هایتان کدام کارگاه خیاطی دارین یا از بیرون وارد میکنین چطور؟ نه خیر، از ما اینجا کارگاه خیاطی است. بخش مردا علیده است، بخش زنا علیده است، مسئول زنا علیده است، مسئول مردا علیده است. خیاطیشان مردا میکنن. کار دست موردوزی و مرمردوزی و مثال گلدوزی یا اشکی است باز خانمای محترم هستن. اونا باز با ظرافت چی خودن اینمی تا آیستا چی میکنن، باز دیگه موردوزی میکنن و با مرور زمان اونا که هر وقت خلاص شد باز لباس ها رو به ما تسلیم میکنن، یا از مشتری میباشه با مشتری تسلیم میکنیم، اگر از مشتری نباشه با دکان جور کرده میباشیم در دکان میمانیم تا یک مشتری خوش کنه باز رو بخره. بله. خب امروز که خانمتان نیستک ما آمدیم، خب در مورد از لباس هایتان بگن. خب دوستای عزیز، خانمش امروز نیستک، خودش هستک دیگه. زیادتر سوالا اگر خانمش میبود مربوط خانمش میشد، به خاطر که لباس ها هم مگیش زنانه هستک از خانمش پرسان میکردیم. حالا که خود خانمش نیستک، خیر از شوهرش پرسان میکردیم. قیمت ترین لباس در دکانتان که است چند است؟ تا حال کس خریده مقدر قیمت؟ بله خریده. فعلا لباس های بسیار قیمتی، مثال لباس های گلدوزی است، لباس های مرمردوزی و موردوزی است که تقریبا قیمتاش تا 50,000 45,000 55,000 قیمت داره. اکثر که خانمایی که محفل دارن عروس خانم هستن به لباس های ترکی و مثال شما میبینید در دکان های دیگه لباس های بف است، اونا را خوش نمیکنن، لباس های ما را خوش میکنن. الان که او یک دفعه پوشیده میشه هر روز عروسی نمی باشه مثال، مگرم بازم دل میکنن میخرن، میگم یک دفعه که بپوشم بسم است دیگه. هست قیمت ترین لباس ما هم داریم، از او کده قیمت ترین هم داریم که مثال پر کار می باشه، زیاد کار می داشته می باشه، باز او کدام قیمت می باشه میخرن مردم. همه فعلا 4-5 تا لباس ما هست که یکیش 45,000 قیمت داره، دیگهش $800 قیمت داره. اینا میاد زیر کار است، مشتری فرمایش داده اون هر وقت تکمیل شد برشان تسلیم میکنیم. تشکر، سلامت باشی. خیلی در مورد از لباسایتان میریم یک جا میبینیم، در مورد تکیش بگوین، دختش بگوین که تکیش از کجا وارد میکنین. مثلا امی لباس که اینجا میبینین بر ما میشه بگوین که تکیش از کدام تک است؟ تکی کرپ است. تکی کرپ است، باز در این کتوار کار شده، دختش همیجا شده. خیاطای نازنین ما میدوزن، بسیار خوب مقبول دختن، بسیار صفا دختن.
دیگه تکیش که هست عموما ما شما خود داخل افغانستان فابریکه نداریم که تکه وارد کنه یا تولید شود. متاسفانه دیگه از خارج میاد کل تکا، یا چین میاد یا مثال از پاکستان میاد یا کدام ممالک دیگه میاد. خود کرپی هست که مثال به لباسا، اکثر لباسا استفاده میشه دیگه. و دیگه کتور ما خود ما داشت دیزاین کردیم، کتور داشت زدیم، اگر نه تکه تکه ساده است. کتور نداره، کتور ما خود ما داشت استفاده کردیم، کتور نمود لباس برای بله. و لباس هم دیگه لباس محفلی است. این تو یک دامان داره، دنباله دار است و دیگه دنبالهش هم جداست و دیگه خود پیران میکس، پیران راست است، ماکسی است. بله. خب اینا رو که میدوزن هم خانم ها هستن در کارگاه خیاطی، هم آقایان؟ بله آقایان هم هست. آقایان باز بخشش جداست. اونا در یک بلند منزل تاکاو هست، تاکاو می باشن و خانم ها دیگه جای هستن که اون باز در تاکاو می رقم 20-25 تا خانم هستن. همین تو هر کس موردوزی میکنه و کس موردوزی میکنه، هر کس در کار خود مشغول است. بله. خب در مورد از لباس سرخ برای ما بگوین یا محفلی هستک مدینه جان؟ برو لباس تقریبا محفلی است دیگه، با دختر خانم هست. تکه که است، تکه ساتن است، ساتن افتیده و همین رقم موری داشت کار شده، نگینای بسیار مقبول داشت کار شده. همین رقم مورای جنجیری داشت کار شده که بسیار ساده و بسیار مقبول به حساب دیگه. و با خانم هاست دیگه که دختر جوانایی که هستن این تو ذوقشان یگان تا بسیار ساده میپوشن، زیاد چی نمیپوشن، با اونا این رقم یک کتلاک آماده ساخته. بله. خب سوال دیگه که من شما پرسان میکنم، آیا در این لباس هایتان هم کرایی هم میتین یا نه کلش فروشی است؟ کرایی است. کرایی هم چون اقتصاد مردم در سویه نیست که مثال کلگی خریداری کنه یا بخرن. باز ما یک 5-6 تا لباس به خاطر کرا جور کردیم. متاسفانه که شما امروز آمدین اونا پنجش در کرا هستن. دکان تقریبا خالی واره است دیگه. یک تا اونجا می باشه در سر شیشه می باشه، اونجا بسیار یک دنباله کلان داره و رنگ جگری. همه تو یک تا اینجا می باشه سبز است. اونا هم به خاطر شب خینه مردم استفاده میکنن یا به شیرینی استفاده میکنن دیگه. 4-5 تا لباس کرایی هم داریم. بله. آها. خب هموطنای عزیز، جدا که از اینجا که در دکانشان که بر خانم‌ها هم داره، بر آقایان هم داره، اینجا سرپایه‌اش هست و میشه در مورد از این بگین کرام خودتان جور میکنین یا از کدام جای وارد میکنین؟ نه اینا خود ما جور نمیکنیم، اینا خود ما از پاکستان وارد کردیم و از اون پاکستان جایی که تولید داره یا جایی که مثال دوخته میشه جور میشه، از اون فابریکیش را خواستیم، گفتیم باش که به هموطنای ما چیزی باشه که مثال هم عمر طولانی داشته باشه و هم چیز خوبیش باشه. چون چبله پاکستانی که هست اینجا در افغانستان هم جور میشه، خب کیفیتش به این سویه و به این چی نمی باشه، چون بسیار زود چرمش خراب میشه یا از یک جای کندگی میشه. من خودم هم شوقی از این هستم، تقریبا خانه 3-4 جوره دارم میپوشم دیگه. هر جوره ما تقریبا 3-4 سال پوشیدیم، هنوز هم این رقم است که میگه که تانوس کس استفاده نکرده. فقط رنگ کو بپوش، بسیار چیز خوبیش است دیگه. خب یعنی هموطنای عزیز در برند خودان دیگه جنده را مراعات کرده که هم برای خانم‌ها لباس جور کرده و هم برای آقایان. خانم‌ها و آقایان خوش سلیقه میتونن از برند بیاین خریداری کنن، فرمایش بتن یا کرا ببینن، هر رقم میل دلتان است میتونن در برند بیاین از خریداری کنین. خب سوال دیگه که من شما دارم، زیاتر گند افغانی، لباسای افغانی رو شما طراح میکنین یا لباسای شرقی؟ گند افغانی هم میکنیم و یگان خانم هاست مثال کتلاک میاره که کتلاکای می باشن خارجی می باشن، از صفات خارجی خشک میکرده می باشن، باید میارن میگن که با ما این لباس آماده میتونیم، ما میگیم بله آماده میتونیم، برایشان جور میکنیم، آماده میسازیم. مشکل نیست که یا از پیج ما خوش کنن یا از پیج خارجی خوش کنن یا از پیج کدام داخلی دیگه خوش کنن، ما برشان میدوزیم، مشکل نداره که هر رقم لباس باشه. خب چطور است حضور و پررنگ دختر خانم‌ها در خریداری لباس ها؟ خوب است، بد نیستن، خوب هستن، میاین پرسانم میکنن، میخرم، فرمایش هم میتن، کلشان که از دختر خانم هاست که تقریبا فرمایش میتن یا خریداری میکنن. شما فرمایش هم میگیرین دیگه؟ بله ما تقریبا کل در 100% کار ما در فرمایش است. فرمایش 30% دیگهش دختر خانم ها که میان یگان چیز اگه اینجا خوش کنن
غیر از اون دیگه کل کار ما سر فرمایش است. مردم فرمایش میده، فرمایش برش آماده شما گندوی افغانی دارین اینجا؟ اینجا خب فعلا نداریم، چون داشتیم یک چند روز پیش داشتیم، خانمی بود که از خارج فرمایش داده بودن به کدام عروسی، هم واسکت بود همراهش و هم لباس دختر خانم بود که گند افغانی با همراهش همون رقم واسکت به داماد فرمایش داده بودن، هر دویش رنگ جگری بودن. اونا دیگه تقریبا 2-3 جوره بودن، آماده کردیم برشان روان کردیم دیگه. شاید اونجا من یک تا میبینم فکر میکنم بخور ترکاس. یا بخور ترکاس، این هم گند افغانی است. بخور ترکاس اطفالایی هستن که 5 سال 6 سال عمر داشته باشه، با اونا دیگه میشه که شما مقبول است. و نگفتن امانه با قایان ما یخندوزی مثال خنداری باشه، هیراتی باشه، یا مثال یخنای کامپیوتری حال برآمده، یا از یخنا باشه، یا که مثل سر دست ترایی میشه، خانمان دستدوزی میکنن. از هر چی که باشه ما بر دوستای عزیز با قای محترم آماده میکنیم، میسازیم برشان، مشکل نیست. دوستای عزیز، یک چند تصویر شما از ایران دکان داشته باشین از لباسای مقبول ما. مدینه جان هم یک خوش کنیم که یک محفل در راه داریم. نه مدینه جان؟ بله، شما چند تصویر داشته باشین همتون عزیز. درباره قیمتاشون بر ما بگین و این که قیمت کرایه چند است و که ما میخریم چند است؟ نظر به لباس است. اگر یک لباس هر چقدر پرکار باشه دیگه امکانش هست که قیمتش هم بلند است. دیگه نظر به قیمت لباس است. اگر یک لباس قیمتش 45,000 افغانی باشه دیگه کرایش میشه 15,000 10,000. بازار اصول بازاری رقم است که یک لباس اگر 45,000 قیمتش است، به دفعه اول اگر او را کس کرا میده مجبور است که 45,000 قیمتش بپردازم، چون به خاطر اول دفعه میره. باز اگر لباس از محفل پس میاد حتما دیگه دو یک کمی کاسی مورش میفته، یک چیزش میفته دیگه، او لباس نیم کله میشه دیگه. از او خاطر زیادتر دکاندارای محترم که هستن اونا امون لباس اول دفعه که بکرا میتن قیمت اولیش میگیرن، بعد از او باز کرا میتن و اما او رقم نیست. از ما نسبت به دیگه دکانداران متفاوت است. اگر لباس 45,000 قیمت می داشته باشه ما دیگه 10,000 کرایش میگیریم، 8,000 هم گرفتیم، دیگه کمتر از او هم گرفتیم. دیگه نظر به مشتری ماست که هر چقدر چیشان است واسه توانشان است امرایشان پیش میریم دیگه. کاری نمی کنیم که اونا خفه شوه یا مثال آزرده شوه. اون لباس بسیار مقبول میشه قیمت چه برای ما بگوین؟ این لباس ها گفتیم؟ این لباس این لباس که است این هم لباس کرپ است، تکش کرپ است، باز موردوزی داشت شده، همه تو شملای بسیار ظریف و مقبول داشت کار شده. از این لباس یک دانه به لطیفه جان هم تحفه دادیم، اگر شما دیده باشین به همراه لطیفه جان کلیپایشان است. دیگه این که از قیمت از این 9,000 افغانی است. 9,000 افغانی است. یک کمک جورآمد داره، زیادتر نه، کمک جورآمد داره دیگه. قیمتش باز در رنگی که مشتری خواسته باشه، این خوب بانجانی، سیاه، سرخ، هر رقم رنگ خواسته باشه، در رقم تکی خواسته باشه ما برش جور میکنیم. خب این شما کرایه هم میتین؟ این را خب کرایی ندادیم تا بالا، کرایی ندادیم و لباسی که مثال ندادیم ما نمیتیم به خاطر که به فروش ایره چی کردیم. بله او کرایی که چی از او را به کرا که جدا کردیم او معلوم داره است و در کرا میتیم، او به فروش جدا کردیم او در فروش است، او را اصلا چی نمیکنیم، در کرا نمیتیم به خاطر که باز مشتری او را نمیخره. از او خاطر خب مدینه جان دیگه زیاد وقت برادر ما را نمیگیریم به خاطر که مشتریای زیاد هست. همیالم چند خانم اومد به خاطر که ما مصاحبه داشتیم رفتن از دکانشان. خب هموطنان عزیز رسیدیم به آخر گزارش ما. تا برنامه بعدی هم شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. یادتان نره که چینل ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید، ما رو به دیدن انتخاب کنیم. مدینه جان چیز گفتنی داری؟ خب اسرا جان کل گپ خودتون گفتین. خب دوستای عزیز مثل که اسرا جان گفتن چینل ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت های مقبولتان هم یادتان نره.
برنامه روان کنید. برنامه روان کنید. و هموطنای عزیز ما که در داخل کشور یا خارج کشور هستن که میخواین لباسای مقبول بپوشن، میتونن در برند هیله بیاین فرمایش بتن، برتون میپذیره. هر نوع لباسهای افغانی باشه خارجی باشه برتون میدوزه و آماده میکنه، شما میتونین استفاده کنین. تا برنامه بعدی هم شما به خداوند یک تا میسپارم، یادتون نره ما چینل ما سابسکرایب کنین. بای بای. خب اگر در اخیر کدام گپ و گفتنی داشته باشین؟ خواهش میکنیم، گفتنی خاصی نداریم و فقط همین گفتنی با ما هموطنانی است که هر جای باشن شاد باشن، آرام باشن، خوش باشن. فقط ما را همراهی کنن و ما را بپذیرن، تشویق کنن که کمی پیشرفت دیگه هم بکنیم دیگه. فقط کامیابی کلگی را میخوایم. از شما هم تشکر میکنم، از برادر محترم کامران من شما هم تشکری میکنیم، لطف کردیم که آمدین. تشکر بازم دیگه. خوش میکنیم، سلامت باشین. تشکر از شما که وقتتون بر ما دادین. تا برنامه بعدی هم شما رو به خداوند